خب بیا شروع کنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که احتمالاً شما هم این چند وقت زیاد درباره‌اش شنیدید یا خوندید. نامزدی تیلور سویفت و تراویس کلسی. یه خبری که خب مثل بمب صدا کرد انگار، نه؟ تمام توجه ها رو جلب کرد. دقیقاً. خیلی هم سریع تبدیل شد به یه پدیده فرهنگی. یعنی جالبه که چطور یه خبر شخصی میتونه انقدر ابعاد گسترده پیدا کنه. ما امروز یه تحلیل نسبتاً جالب داریم از فینیکس کیو اینترنشنال نیوز اند آرتیکلز که دقیقاً سعی کرده همین رو بررسی کنه، بفهمه چرا این داستان خاص اینقدر مهم شده. عالیه. پس هدفمون اینه که با کمک این منبع یه نگاه عمیق‌تری بندازیم. بفهمیم چرا نامزدی این دو نفر، یعنی ستاره پاپ جهانی و یه ورزشکار خیلی برجسته، این همه توجه بین‌المللی گرفته، به خصوص بین جوونا. میخوایم ببینیم این مقاله چه لایه‌هایی از معنای فرهنگی رو برای این اتفاق پیدا کرده. پس با ما همراه باشید تا ببینیم این تحلیل چی میگه. خب، نکته اولی که این تحلیل بهش پرداخته همون موج اولیه هیجانه. نویسنده میگه وقتی خبر اعلام شد فقط طرفدارای دو آتیشه خودشون نبودن که هیجان زده شدن. نه، میلیون‌ها نفر دیگه، مخصوصاً جوون‌ها، واکنش نشون دادن. کسایی که شاید این زوج رو دنبال میکنن یا حتی الگو قرار میدن. آره دقیقاً. انگار این مقاله معتقده که ما با یه ترکیب خاص طرفیم. یعنی موسیقی، ورزش حرفه‌ای و اون دنیای پرزرق و برق سلبریتی ها که همه با هم قاطی شدن. خود مقاله هم میگه که این نامزدی خیلی سریع شد یکی از پرشورترین لحظات فرهنگ عامه و بخش بزرگش رو هم به همین ترکیب نسبت میده: موسیقی، ورزش، فرهنگ سلبریتی. ببینید، نکته مهمی که نویسنده روش تاکید داره اینه که این صرفاً یه پیوند بین دوتا آدم مشهور نیست. این تحلیل میگه وقتی سویفت که خب یه پدیده جهانی موسیقیه و کلسی که یه قهرمان برجسته توی لیگ NFL هست، یعنی لیگ فوتبال آمریکایی که خودش یه دنیای عظیمه، وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرن در واقع انگار دوتا جهان خیلی بزرگ با طرفدارای خاص خودشون، با فرهنگ‌های خودشون به هم گره خوردن. مقاله از این تعبیر استفاده میکنه که اونها دو جهان قدرتمند رو کنار هم آوردن و معتقد این تلاقی دنیاها خودش یکی از دلایل اصلی این حجم عظیم توجهه. یعنی مخاطب فقط طرفدار یکیشون نیست لزوماً، بلکه مجذوب این ترکیب جدید و قدرتمند شده. جالبه این نگاه، یعنی فقط شهرت فردی نیست، تلاقی قلمروهای نفوذ انگار. و بعد تحلیل یه قدم جلوتر میره، میگه این اتفاق فقط یه خبر داغ نیست، بلکه یه نقطه عطف فرهنگیه. این یه ادعای بزرگه ها. یعنی چی دقیقاً نقطه عطف فرهنگی؟ سوال خوبیه. ببینید، مقاله سعی میکنه توضیح بده. استدلالش اینه که این نامزدی دیگه فقط تعهد شخصی بین اون دو نفر نیست. تبدیل شده به یه جور آینه برای جامعه. جامعه به خصوص از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داره توش نگاه میکنه و درباره مفاهیمی مثل عشق، مثل وفاداری، موفقیت یا حتی چالش‌های یه رابطه زیر اون ذره‌بین دائمی افکار عمومی داره بحث میکنه. پس یه جورایی بحث عمومی را انداخته. دقیقاً. مقاله میگه این نشون میده که چطور روابط سلبریتی ها میتونه فرهنگ عمومی رو شکل بده و حتی گفتگوهای تازه‌ای درباره عشق، وفاداری و رویاهای مشترک بسازه. یعنی این رابطه به خاطر شهرت این دو نفر و توجهی که گرفته ناخواسته بستری شده برای این بحث‌های عمومی تر. پس طبق این دیدگاه دیگه از یه خبر سلبریتی ساده گذشته شده یه موضوع بحث فرهنگی. حالا برای شمایی که دارید گوش میدید چرا باید این مهم باشه؟ چرا مهمه بدونیم یه نامزدی چطور میتونه فرهنگ رو شکل بده؟ خب، چون این تحلیل به ما یادآوری میکنه که فرهنگ عامه چطوری کار میکنه. میدونید، داستانهایی که ما میشنویم، شخصیتهایی که دنبال میکنیم، اینها روی نگاه ما به دنیا، روی ارزش هامون تأثیر میذارن، حتی اگه خودمون خیلی حواسمون نباشه.
این مقاله میگه وقتی میبینیم جامعه چطور به رابطه‌ای مثل رابطه سویفت و کلسی واکنش نشون میده، در واقع داریم میبینیم که چه ارزش‌هایی الان برای جامعه مهمه، چه آرزوهایی داره، چه نگرانیایی. آها. این اتفاقهای به ظاهر شخصی مثل همین نامزدی میتونن مثل یه پنجره باشن. یه پنجره برای اینکه روندهای فرهنگی بزرگتر رو بهتر بفهمیم. به خاطر همینه که تحلیلگر این مقاله اینقدر روی ابعاد فرهنگی ماجرا پافشاری میکنه. فهمیدم. خب حالا بریم سراغ یه زاویه دیگه که مقاله خیلی روش تمرکز کرده. تأثیر این زوج روی نسل جوان. نویسنده خیلی واضح میگه که این نامزدی برای جوانها الهام بخش بوده. میگه تو دنیایی که شاید گاهی بی‌ثبات و نامطمئن به نظر میرسه، این داستان عاشقانه براشون یه نماد شده. نماد امید، نماد عشق پایدار. مقاله مستقیما میگه الهام بخش نسل جوان و اینکه برای بسیاری از جوانان این نامزدی امید بخش است. چرا؟ چی توی این زوج هست که مقاله فکر میکنه انقدر برای جوانا جذابه؟ تحلیلگر مقاله سعی کرده به همین سوال جواب بده. اشاره میکنه به ویژگی‌هایی که انگار جوانها توی این دو نفر میبینن و باهاش ارتباط میگیرن. از یه طرف تیلور سویفت، کسی که سالهاست یه تصویری از صداقت احساسی رو نشون داده. توی آهنگهاش، توی رفتارش با طرفداراش. ترانه‌هاش خیلی وقتا درباره تجربه‌های شخصی و آسیب‌پذیریاشه. و خب خیلی‌ها به خصوص دخترای جوون با این حس همزادپنداری میکنن. درسته. از طرف دیگه تراویس کلسی، نماد پشتکار، کار تیمی، اون روحیه جنگندگی توی ورزش، کسی که مشخصه برای موفقیتش تلاش کرده. حالا مقاله میگه وقتی این دوتا تصویر کنار هم قرار میگیرن، یعنی صداقت احساسی و پشتکار، یه ترکیب خیلی قدرتمند درست میشه. نویسنده ازش به عنوان تصویری از مقاومت و شراکت واقعی یاد میکنه. مقاومت و شراکت واقعی؟ آره، انگار این ترکیب برای نسل جوان خیلی معنی داره. بهشون این پیام رو میده که میشه هم قوی بود و هم صادق، هم موفق بود و هم توی یه رابطه خوب و حمایتگر شریک شد. پس مقاله معتقد جوونا توی این زوج فقط دوتا چهره مشهور نمیبینن، یه سری ارزش میبینن که براشون مهمه. اصالت، تلاش، یه نوع شراکت مدرن. جالبه، آیا مقاله به این هم اشاره‌ای کرده که این نقش الگو بودن چه فشاری روی دوش این دو نفر میذاره؟ به طور مستقیم نه راستش، اما به طور ضمنی چرا؟ وقتی از زیر ذره‌بین افکار عمومی حرف میزنه یا از فشار شهرت، مشخص که نویسنده متوجه این فشاره، ولی تمرکزش بیشتر روی اون جنبه مثبت و الهام بخشی ماجرا برای مخاطب‌ها بوده، مخصوصاً جوان‌ها. شاید بشه گفت مقاله بیشتر روی تأثیر بیرونی این رابطه تمرکز کرده تا تجربیات درونی خود زوج. درسته. خب حالا بریم سراغ واکنش‌های جهانی. این بخشش واقعاً جالبه چون مقیاسش خیلی بزرگ بوده ظاهراً. مقاله میگه این شادی فقط محدود به آمریکا یا طرفدارای خودشون نبود، فراتر از مرزها رفت. نویسنده به جزئیات اشاره میکنه. واکنش‌ها تو استادیوم‌های ورزشی، انفجار هشتگ‌ها و محتوا توی شبکه‌های اجتماعی، فنارت‌ها، پیام‌های احساسی از همه جای دنیا. انگار یه جور جشن جهانی رو افتاده بود. این حجم از واکنش مثبت برای یه نامزدی حتی بین سلبریتی‌ها فکر کنم کم سابقه است. دقیقاً همینجاست که تحلیل مقاله به یه نکته به نظرم عمیق‌تر میرسه. نویسنده میگه این واکنش گسترده و عمدتاً مثبت یه چیز مهمی رو درباره قدرت داستان‌ها توی فرهنگ عامه نشون میده. استدلالش اینه که داستان‌های عاشقانه، به خصوص اونایی که شخصیت‌های اصلیشون محبوب و شناخته شده هستن، این قدرت رو دارن که موانع فرهنگی، زبانی، جغرافیایی رو کنار بزنن. جالبه. یعنی آدم‌ها از فرهنگ‌های مختلف با زبان‌های مختلف میتونن دور یه احساس مشترک جمع بشن. مثلا شادی برای خوشبختی دیگران یا امید به پیدا کردن عشق. مقاله از این تعبیر استفاده میکنه که این داستان‌ها میتوانند مرزها، زبان‌ها و تفاوت‌های فرهنگی را کنار بزنند و مردم را با احساس مشترک پیوند دهند. این یعنی قدرت روایت. قدرت یه داستان خوب میتونه آدما رو به هم نزدیک کنه. حتی تو دنیایی که خیلی پر از تفرقه به نظر میرسه. این نگاه جالبیه.
یعنی فراتر از طرفداری صرف، یه نیاز عمیق‌تر انسانی وجود داره، نیاز به اشتراک گذاشتن احساسات مثبت و امیدواری و اینجور داستانا بهش جواب میدن. اما آیا همش در حد سرگرمی و احساسات خوبه یا این مقاله معنای عمیق‌تری هم برای این پدیده پیدا کرده؟ نویسنده قطعا معتقده که معنای عمیق‌تری هم هست. تأکید میکنه که این ماجرا فراتر از سرگرمی صرفه و معنای اجتماعی هم داره. چطوری؟ مقاله توضیح میده که برای خیلی از آدما، به خصوص طرفدارایی که شاید تو زندگی شخصی خودشون با سختی، با چالش یا حتی تنهایی دارن دست و پنجه نرم میکنن، دیدن تصویر موفقیت، شادی و یه پیوند قوی بین دو نفری که تحسینشون میکنن میتونه خیلی الهام بخش و روحیه بخش باشه. انگار یه جورایی بهشون یادآوری میکنه که چیزای خوب هنوزم ممکنن. پس طبق این تحلیل، این داستان برای بعضیا مثل یه لنگرگاه امید عمل میکنه. یه یادآوری که حتی تو اوج شهرت و زیر فشار دائمی نگاه بقیه میشه عشق واقعی پیدا کرد و رشد کرد. درسته؟ بله، دقیقاً. مقاله خیلی قشنگ این نکته رو میگه. این تصویر یادآور میشود که عشق واقعی و رشد فردی حتی زیر فشار شهرت هم ممکن است. نویسنده معتقده که همین پیام، یعنی امکان پذیر بودن عشق و رشد پایدار، میتونه یه انرژی مثبت واقعی به زندگی روزمره میلیون‌ها نفر بده. شاید بشه گفت بخشی از جذابیت ناخودآگاه این داستان‌ها برای همه ما همین نیاز عمیق به روایت‌های مثبته. تو دنیایی که اغلب پر از خبرهای منفی و پیچیدگیه، داستان‌هایی مثل داستان سویفت و کلسی طبق این تحلیل مثل یه پناهگاهن که امید رو زنده نگه می‌دارن. چقدر جالب. انگار این تحلیل سعی کرده از سطح خبر رد بشه و برسه به ریشه‌های فرهنگی و شاید حتی روانشناختی جذابیت این ماجرا. خب فکر می‌کنم به اکثر نکات کلیدی این مقاله پرداختیم. بیا یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم از اون چه این تحلیل به ما گفت. حتماً. اگه بخوایم عصاره این تحلیل رو بگیریم، میبینیم که مقاله میگه نامزدی تیلور سویفت و تراویس کلسی فقط یه خبر داغ هالیوودی نیست، بلکه یه رویداد فرهنگی تمام عیاره که چند تا کارکرد مهم داره. اول، به نسل جوون امید و الهام میده با ارائه تصویری از عشق پایدار و ارزش‌هایی مثل صداقت و پشتکار. دوم، تونسته یه موج کم سابقه از شادی و واکنش مثبت جهانی درست کنه و نشون بده چطور داستان‌های عاشقانه میتونن آدما رو فراتر از مرزها به هم وصل کنن. و سوم، یادآوری میکنه که حتی تو دنیای پیچیده امروز، عشق و امید هنوزم نیروهای قدرتمند و وحدت بخشی هستن. نویسنده در پایان هم همینو میگه که این رویداد یه جشن فرهنگی بزرگه که به جوانان الهام میده، شادی جهانی میآفریند و نشان میدهد عشق همچنان نیروی وحدت آفرین در دنیای امروز است. جمع‌بندی خیلی خوبی بود از دیدگاه این مقاله. ممنون. و حالا یه سوال برای شمایی که شنونده ما بودین و با همین تحلیل رو بررسی کردیم تا شاید بیشتر بهش فکر کنین. با در نظر گرفتن این قدرت فرهنگی و اجتماعی عظیمی که این تحلیل برای این زوج قائله، قدرتی که میتونه روی نگاه و احساسات میلیون‌ها نفر تأثیر بذاره، چه مسئولیت‌هایی، حالا خواسته یا ناخواسته، روی دوش تیلور سویفت و تراویس کلسی قرار میگیره؟ و از طرف دیگه چطور انتظاراتی که حالا جامعه و رسانه‌ها از این زوج قدرتمند دارن ممکنه روی مسیر شخصی و حرفه‌ای آینده خودشون و حتی روی درک کلی ما از مفهوم عشق و رابطه در معرض دید عموم تأثیر بذاره؟ این شاید یه بعد دیگه‌ای از ماجرا باشه که فکر کردن بهش فراتر از تحلیل امروز ما میتونه جالب باشه.